خفاش مهرآباد ستاد دستور دادن که خفاش شماره 1 برگرده و خفاش شماره 2 اگه براش امکان داره تعقیبشون کنه. خفاش مهرآباد بله رو رادارتون هم میبینیدش. فکر نمی کنم رو رادارتون میفته. نه روی رادار اصلا هیچ اثری نمیزنه. فقط خود شما دارم میبینم که فلاش میزنه. خفاش مهرآباد موقعیت شما کجاست؟ حدود رادیال 250 درجه و 60-70 نوتیکال مایل. شنیدم 60-70 مایل روی 250 درجه. بله درسته. یک شی دیگه هم میبینم. دو تا شدن. یک شی نورانی سفید داره به طرف من میاد. برش خیلی زیاده. از سلام میدونم برگردم. شاید اون میخواد از خودش دفاع کنه. شاید هم میخواد سر به سر ما بزنه. یعنی چی؟ خفاش مهرآباد درسته. اینا 2 تا بودن که ما دیگه یکیشو تعقیب کردیم و دومی ناپدید شد. شی اصلی الان ازش دور شد ولی اون زیاد. مهرآباد جواب بده. مهرآباد. خفاش مهرآباد بله میشنوم. بفرمایید. رادیو خیلی پارازیت داره. این شی سفید رنگ داره دوباره به اصلی نزدیک میشه. مثل اینی که دارن با هم صحبت میکنن. یعنی چی؟ خفاش مهرآباد اوکی. دوباره مهرآباد. خفاش مهرآباد. از ترافیک چطوره؟ خفاش مهرآباد برای اطلاعتون ما یک پرواز کانتاس داریم از 33,000 پا که داره ارتفاع کم میکنه. شنیدم. من الان 23,000 پایی هستم. دارم به تهران نزدیک میشم. البته بیشتر به غرب تهران. چون اگه لازم شد خفاش بتونم مهرآباد برگردم. بله درسته. آن شی‌ها رو که دیگه ازش صرف نظر کردیم. رادار اطلاع بدید که من صلاح دارین میبینم که دیگه دنبالش نکنم. خفاش مهرآباد بله مرسی. مهرآباد شما روی رادیال 130 ترافیکی دارین؟ شی داره با سرعت ما نزدیک میشه. خفاش مهرآباد کانتاس داره الان 22,000 پا ارتفاع کم این میکنه. کانتاس باشه که باید به طرف ورامین ارتفاع کم کنی. بله ارتفاع کم میکنه به سمت ورامین. شی که داره منو تعقیب میکنه کانتاس نمیتونه باشه. من تماس بگیرید ببینم دستون چیه. خفاش مهرآباد اوکی بگوش باشید. البته من قسمت اصلی این شی رو نمیدونم. قسمت نورانیش ارتفاع کم کرده و پشت سر ما با فاصله تقریبا 20 مایل داره با سرعت میاد به طرف تهران. باز دوباره خودشو با سرعت از ما دور کرده. چی؟ سلام شبتون بخیر کاپیتان. یعنی داره شما تعقیب میکنه؟ درسته کاملا درسته. اگه بخواد به ما برسه که براش خیلی راحته. اونم با اون وضعی که ما ازش دیدیم. ولی این همینطوری داره میاد. همینطوری. یعنی چی؟ دستگاه‌های دفاعی هم از کار افتاد. دستگاه‌های دفاعیتون هم از کار افتاده؟ بله درسته. هواپیما تو وضع ناجوریه. تهران مهرآباد صدای منو میشنوید؟ این چیه؟ من در موقعیت خطرناکی هستم. خفاش تو مهرآباد گفتن اگه تعقیبتون میکنه و خطرناکه برای اینکه تا شاروخی بهش فرصتی ندین همینجا بشینید. به هر حال